خب طرفدار پریسپولیس و طرفدار استقلال، بریم این فیلم رو نگاه کنیم، بعدش من یه حرفی دارم. تو دورانی که پرسپولیس مربی بودم سرپرستون به ما زنگ زد، خیلی پیگیر بود که شما با یه شماره تماس بگیر، این میتونه خیلی کمک کنه. گفتم بابا دست از سر من بردارید، اصلا این مسئله رو من بهش اعتقادی ندارم. خلاصه اینقدر گفت مدیر عامل که یعنی شاید مثلا 100 بار سر این موضوع زنگ. گفتم خب حالا شماره‌ش رو بده، شما بگو به من زنگ بزنه. خلاصه باهاش صحبت کردم، زنگ زد، گفتش که 2 رو بذار اونجا، 7 رو بذار اونجا. گفتم بابا این که اصلا به تو ربطی نداره، چیکار به این داستانا ها اون طرف میگفت. آره میگفت 2 رو 7 رو بذار اینجا، نمیدونم 11 رو بذار اینجا. اومد به من گفتش که بازی آینده شما بازی رو 1-0 میبری، گلتون دقیقه 43 با پنالتی. گفتم بابا برو، چی داری میگی بابا، دیگه در این حد دیگه نمیتونی کمک کنی. خلاصه بازی شروع شد، دقیقه 43 همین اتفاق افتاد. یعنی همون لحظه که پنالتی شد من فقط سرمو اینجوری بردم سمت اسکوربورد ببینم دقیقه چنده. گفتم خدا 43 نباشه. نگاه کردم دقیقاً 43. گل هم شد پنالتی. پنالتی هم گل شد، بازی رو هم 1-0 بردیم. دیگه زنگ نزدین بهش؟ نه اصلا تماس. توی این فیلم خودتون دیدید که سرمربی تیم پریسپولیس اومد گفت که ما بردامون رو با کمک حکومت و یه سری دستای پشت پرده بردیم. وقتی که سرمربیتون به این شفافی میاد میگه که ما به کمک حکومت و دستهای پشت پرده قهرمان شدیم و بازیامون رو بردیم، دیگه شما پریسپولیسیا باید برید و ساکت بشید. تمام این قهرمانیاتون تو این 10 سال اخیر همشون در واقع قلابی هن. همشون. چون که بابا مسعود آورده براتون، چون داور کمکتون کرده، اینم سندش. حالا از تاجی ها و استقلالی های عزیز میخوام منو فالو کنن. طرفدار پرسپولیس هم اگر به هر حال دوست دارن حقایق بیشتری از تیمشون بفهمن، من رو فالو کنن. فدای تک تکتون. تا حقیقت بعدی، فعلا.